حالا فکر کردی بزرگترین خطوط کشتیرانی دنیا چند تا کشتی دارن؟ بیا با هم 5 تای برتر رو ببینیم. رتبه 50 هاپاگلوید. این غول آلمانی با حدود 300 کشتی یکی از قدیمی‌ترین و معتبرترین شرکت‌های حمل و نقل دریایی جهانه. رتبه 4 کاسکو. شرکت ملی کشتیرانی چین با ناوگانی متشکل از حدود 500 کشتی در آب‌های سراسر دنیا فعال است. رتبه 3 CGM. غول فرانسوی با بیش از 600 کشتی یکی از مهمترین بازیگران صنعت کشتیرانی در اروپا و آسیا است. رتبه 2 مرسک. برند شناخته شده دانمارکی با بیش از 700 کشتی سالها در صدر لیست بزرگترین ها قرار داشت. رتبه اول مدیترانه‌ای یا MSC. بزرگترین خط کشتیرانی دنیا با بیش از 900 کشتی که به تنهایی حدود 20 از کل بازار جهانی حمل دریایی رو در اختیار داره. برای خدمات حمل و نقل دریایی، هوایی و زمینی، ترخیص کالا از دبی و ایران و همچنین کراس استافینگ در بنادر امارات میتونید روی شرکت کشتیرانی نووکس شیپینگ حساب کنید. با ما در تماس باشید. novexshipping